سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه در زمینه کسب درآمد از یوتیوب و اومدم امروز بهتون خیلی ایده معرفی بکنم تا بتونید که به راحتی داخل یوتیوب فعالیت بکنید. که داخل این ویدیو بهتون ایده های خیلی زیاد رو معرفی میکنم و یک پک کامل از ایده ها رو داخل کانال تلگرام اگه درخواست زیاد باشه براتون قرار میدم دیگه. فقط کامنت های این پست رو بهتر کنید و بگید من چه ویدیوهایی در زمینه یوتیوب بسازم تا مفید باشه براتون. ایده اولی که میخوام بهش بپردازیم بچه‌ها، ایده ایه که میتونید با فیلم یعنی درست کردن دقت بکنید. مثلا میگم شما میرید از داخل اینترنت یه سری مثلا میگم فیلم ها رو شما نگاه کردید دیگه، مثلا مثل امپراتور افسانه ها که همین چند روز پیش پخش شد، شما میتونید با استفاده از این جور مثلا تولید محتواها درآمد $10,000 در ماه رو تجربه بکنید. دقت داشته باشید برای ساخت اینجور محتواها بهتون یک روش خیلی مشتی میگم که بتونید پیدا بکنید و حالش رو ببرید. 4 تا عکس رو میچسبونید هم داخل همین این شاتی که من الان دارم باهاتون صحبت میکنم. داخل این شات میری 4 تا عکس رو میچسبونی به هم دیگه و چی روش صحبت میکنی. به همین راحتی این ایده جوابگو است و خیلی جواب میده. مثلا هر سریال که ترند شد رو این کار رو میتونید انجام بدید. ایده دوم ایده کار باشه که من خیلی روش مانور دارم میدم که همتون برید این ایده رو اجرا بکنید، چون ایده ایه که خیلی بازی داره، خیلی درآمد زیادی داره. دیدم که میگم مثلا نگاه کنید تو 5 ماه گذشته 7 میلیون ویو خورده. همین ویدیوش یعنی همین ویدیویی که الان شما دیدید نزدیک به $20,000 درآمد داشته. خب 1 میلیارد عدد کمی نیست داخل 5 ماه از یک ویدیو. در ماه 10 یعنی میگم تو این 5 ماه حداقل 20 تا ویدیو گذاشته باشه میشه 20 میلیارد بسش. ایده های بعدی که میخوام بهتون بگم بچه‌ها، میرید داخل کانال تلگرام و اونجا یه پک کامل براتون قرار دادم که بازم دارم میگم که اگه هر چقدر کامنت های این پست بیشتر باشه بیشتر براتون قرار میدم. اینو من از یکی از یوتیوبر خیلی بزرگ گرفتم که همتون فکر کنم بشناسید دیگه، حالا خودتون پیدا کنید و بهم بگید دیگه مال کدومه، چون اینجا معلومه بعضی جاش. دقت بکنید قالیشویی، گلدوزی، ASMR خیلی بازدیده زیادی داره و درآمد نجومی داره. مخصوصا نقاشی، کارواش، نمیدونم سفالگری، لایف هک برای به درد انگلیسی خیلی میخوره. حتی بدون صحبت کردن میتونید این کار رو انجام بدید. یه موزیک ملایم تموم شده رفت. دقت بکنید برای تبلیغات هم میتونید به پیج اصلی من پیام بدید داخل تلگرام و همین دیگه. این 10 تا ایده هم داخل اینجا براتون قرار میدم تا استفاده بکنید. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره و تبلیغات هم که بهتون گفتم انجام میشه و چیز خاصی دیگه نمیمونه تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدا نگهدار.